به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما عزیزان و شاد باش به مناسبت فرارسیدن 1 نوامبر 10 آبان ماه، روز جهانی وگن. وگن یعنی پاک گیاهخوار. پاک گیاهخوار یعنی پاکترین نوع گیاهخواری، یعنی کسانی که به مناسبت سلامتی خودشان گیاهخواری می کنند، وقتی سلامت و امنیت خود را به سلامت و امنیت سایر موجودات سیاره زمین پیوند بزنند و از انسان بودن و انسان زیستن خود برای آنها ارمغانی بیاورند، باید پاک گیاهخواری کنند. یعنی دغدغه زندگی، امنیت، آرامش، دغدغه حقوق شهروندی، زیستگاه و قلمرو حیوانات به عنوان ملت‌های دیگر و همسایگان ما در این سیاره زمین جزو دغدغه‌های اصلی یک پاک گیاهخوار است. اگر گیاهخواری برای ما سلامتی دارد، باید برای گیاه و برای حیوان و برای سیاره و سایر هم نوعان ما نیز ارمغان ارزشمند و پربرکتی داشته باشد. به قول خواجه شمس الدین حافظ شیرازی لسان الغیب، تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت همه آفاق در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. یعنی اگر ما بخواهیم سلامت زندگی کنیم، باید سلامتی، امنیت، آرامش و نشاط سایر موجودات رو هم در نظر بگیریم. علاوه بر اون، احترام به حقوق حیوانات و تأثیر آن در زندگی‌های فردی و اجتماعی بشر و تعاملات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و علمی و فرهنگی و هنری و فلسفی و سایر اقسام علومی که بشر امروزه به آنها میپردازد، میبینیم که تا روزی که حیوانات در بند هستند، فرهنگ و تفکر زندانی کردن در وجود بشر باقی خواهد ماند. تا روزی که حیوانات در اسارت شکنجه میشوند و به زور تازیانه و با گرسنگی کشیدن به انجام کارهای مختلف در سیرک ها و با وحش ها و جاهای مختلف مجبور میشوند، این تفکر در انسان هم گسترش پیدا خواهد کرد که هم نوعان زیر دست خود را به این گونه استثمار کند و بالا دستی های انسان نیز وی را به همان گونه و حتی بدتر از آن استثمار خواهند کرد. تا زمانی که حیوانات در خوراک و پوشاک ما هستند، تا زمانی که حیوانات به خاطر آرایش های ما، به خاطر داروهای ما، به خاطر تحقیقات و توسعه غیر ضروری علوم ما کشته می شوند، زجر می کشند، در اسارت قرار می گیرند، بشریت
روی شادی و نشاط را به معنای واقعی نخواهد دید. امنیت و سلامت طبق تعالیم بزرگان این حوزه دو نعمت ارزشمندی هستند که تا زمانی که باشند ما قدر آنها را نخواهیم دانست. امنیت پایدار در هر اجتماع و در هر کشور و حتی در کره زمین زمانی ایجاد خواهد شد که ما امنیت را برای سایر موجودات که پایین تر از ما هستند و ما به معنای برادر بزرگتر و نگاهدار و حافظ آنها هستیم برای آنها نیز برمغان داشته باشیم. تا زمانی که میشبره‌ای داغ از دست دادن مادر را با شیشه شیری که محیطبان به او میدهد تسکین میبخشه، تا زمانی که گوسفند و مرغ و ماهی و گاو و خوک و خوکچه و انواع حیوانات مختلف در اسارت تولید میشند، در اسارت بزرگ میشند و در اسارت کشته میشوند، تا زمانی که انسان برای بلند پروازی های خودش، برای طی مسیرهای خودش، برای حمل کالای قاچاق خودش، برای خروج غیرقانونیش از مرزهای مختلف کشورهای دنیا از حیواناتی مثل اسب و الاغ و قاطر استفاده میکنه، تا زمانی که جوجه های کوچک را به صورت غیر طبیعی و مصنوعی تولید می کنند و ماده های آنها را در صنعت خشونت محور مرغداری استفاده کرده و نرهای اونها رو داخل رنگ انداخته، رنگ می کنند و به کودکان ما می فروشند، تا زمانی که تفنگ وجود دارد، تا زمانی که شکار و شکارچی وجود دارد، تا زمانی که کشتار و قصابی و قربانی وجود دارد، تا روزی که ادارات و سازمانهای مختلف کشورهای جهان دفاتری به نام صید و شکار دارند، پرداختن به مقوله‌ای به نام حقوق بشر و امنیت پایدار برای انسانها خنده‌دار است. تزریق مسکن‌های امنیتی مثل تزریق مسکن‌هایی است که برای کاهش دردهای بدن به کار گرفته می‌شوند. هزینه‌های تأمین امنیت در جوامع بشر و در سطح جهان به طرز وسیع و چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد زمانی که برای سایر جانداران هزینه‌های اجتماعی تأمین امنیت و زندگی بی‌دغدغه را ما کمتر کنیم. زمانی که انسان زیستگاه خودش را تعریف کند و از حدود خود تعدی نکرده و وارد حریم و زیستگاه حیوانات دیگر نشود، زمانی که جنگل‌ها را از بین نبرد و تبدیل به مرتع و زمین زیر کشت برای خوراک دام و طیور ننماید، زمانی که سدسازی به دلیل تأمین آب مورد نیاز کشاورزی برای تأمین خوراک دام و طیور وجود نداشته باشد، زمانی که هیچ قلمی برای صدور فرمان کشتار حیوانات روی کاغذ نلغزد، آن وقت می توانیم انتظار داشته باشیم که بشریت روی خوشی و امنیت و سلامت پایدار و ماندگار را هم ببیند. امیدوارم
مردم ما و مردم جهان، دانشمندان ما آگاهی، آگاهان ما فراآگاهی و سخنوران ما عمل و کردار نیک در زندگی خود داشته باشند و با گرایش به پاک گیاهخواری سیاره‌ای پر از صلح و امنیت و آرامش و جهانی بدون خشونت از راه آشتی با طبیعت را فراهم نماید. شاد و سربلند و پیروز باشید. مرگ بر هیچ کس، درود بر زندگی.